پس هدف از این همه داستان در قرآن این که زمانی که پیامبر صلی الله علیه وسلم آزرده میشد از فشار بی حد و حصر دشمنان و مخالفین، اونو با این داستانها خداوند آرام میکرد که این اذیت و آزارها تنها برای تو نیست، تا حق است باطل هست، تا باطل هست مبارزه هست. قبل از تو هم چنین سختی هایی رو دیدن پیامبران اول العزم امثال موسی و نوح و عیسی و حتی خانواده هاشون هم باشون مشکل داشتن. همسر حضرت لوط، همسر حضرت نوح، همه باشون مشکل داشتن با هم دیگه. پس شما هم صبر بکنید. پیامبر آروم میگرفت. اما هدف دوم برای همه ما و شماست که از این داستانهای واقعی درس و عبرت بگیریم. دیشب هم من اشاره کردم، ملت‌های نافرمانی کردن، منقرض شدن، از روی زمین برچیده شدن، اما به برکت دعای رسول الله صلی الله علیه وسلم خداوند پیامبر این بشارت رو داده و این اطمینان خاطر داده که من امت تو رو یک دفعه با نافرمانی کل امت رو نابود نمی کنم، اما گوشی از امت بعض موقع گوشمالی می کنم. پراکنده اینجا اونجا 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 گوشمالی می کنم، ولی یک جا که مثل قوم عاد و ثمود و فرعون و یک جا غرق شدند و یک جا هلاک شدند، اون تعامل من با امت تو نمی کنم. خیلی فرصت خوبیه. پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند ما آخرین اولینیم. خوب توجه بکنید، ما از نظر برهه زمانی آخرین امت هستیم. بعد از ما دیگه امتی نیست. امت محمد صلی الله علیه وسلم آخرین امت‌هایی هستند که دین سماوی براشون نازل شده، کتاب مقدس آسمانی براشون نازل شده. ما از نظر مقطع زمانی آخرین امت‌ها آمدیم. اول حضرت نوح دیگه، ولی میگه ما آخرین اولیم تو ثواب و حسنات و فضیلت‌ها و یک امتیازاتی خدا به امت محمد صلی الله علیه و سلم داده که به امت‌های گذشته نداده. مثال بزنم، ما الان در رمضان قرار گرفتیم. رمضان ماه پرفضیلتی است و فضیلت‌های زیادی در ماه رمضان هست. یکیش نزول قرآن، انا انزلناه فی لیلة القدر، نزول قرآن در رمضان بوده. دوم شب قدر در رمضانه. ما روز جمعه داریم، ما ماه رمضان داریم. امتهای گذشته نداشتن به این کیفیت، با این وسعت. ما شب قدر داریم. انسان در یک شب میتونه 83 سال و نزدیک 6 ماه عروج بکنه. یعنی هر چی ما تلاش بکنیم که این عمر 60-70 ساله رو بکنیم 500 سال که نمیتونیم. در تاریخ آمده که معمرترین صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم یا پرعمرترین بالاترین عمری که یکی از امت محمد صلی الله علیه و سلم کرده سلمان فارسیه. در بعضی روایات میگن 300 سال عمر کرده، بعضی روایات 250 سال، 200 سال کمتر دیگه، 150 سال بگیر. معمرترین امت اسلامی سلمان فارسیه. اگر بگیم 150 سال هم خیلیه. داستانش هم شنیدنیه، واقعا شنیدنیه. داستان مسلمان شدن سلمان فارسی و بعد از اسلامش. توجه بکنید که قوم عاد و ثمود و قوم نوح هر کدوم 1000 سال، 900 سال، 800 سال، 800 سال عمر میکردن. شاید یه نفر به خدا بگه از امت محمد صلی الله علیه و سلم ای خدا این تقسیم عادلانه نیست والعیاذ بالله که قوم عاد و ثمود به هر کدومشون 800 سال فرصت دادید، 900 سال فرصت دادید، 1000 سال فرصت دادید، به ما 50 سال فرصت دادید، 40 سال فرصت دادید، 60 سال فرصت دادید. بعد از ما 40 ساله
با اون 800 ساله هر دوتا یک امر میطلبید. اون فرصتش بیشتره. مثال میزنم، اگر خداوند به قوم عاد و ثمود و نوح هر کدوم 1000 سال و 900 سال و 800 سال و 700 سال عمر داده، به امت محمد تقریبا بین 50 تا 60 تا 70. حالا این عمرشو بگیریم، شاید اگر مثلا شخصی 50 سال عمر بکنه، 25 سالش که شب خوابیده دیگه میشه 25 سال. از این 25 سال نزدیک 3-4 ساعتش که چه؟ روزانه سر سفره است. 3-4 ساعتش که تو حمام و تو دستشویی و تو بیت الخلاست. چند ساعتش هم که تو تفریح است. اگر حساب بکنیم این 50 سال، شاید 5 سال مفید بمانه برامون. حالا اون کسی که دیگه خیلی عاقل، خیلی مواظب خودشه، حالا تو 5 سال میخواید چیکار کنید؟ وانگهی از این 70 سال نزدیک 10 سالش هم پیریه، اگر مریضی دیگه نداشته باشید. بعضی مواقع آدم مریض میشه در طول 50-60 سال، شاید اگر محاسبه بکنید روزانش به ساعت بیاری، شاید چند صد ساعت شما مریض باشید یا موقعیت نداشته باشید برای کسب چیز مفید و خوب. ولی از اون طرف آمده 2 تا موقعیت به امت محمد داده برای جبران این عمر، یکی موقعیت زمانی، یکی موقعیت مکانی. گفته هر کسی مشرف بشه به موقعیت مکانی مدینه منوره، مسجد الحرام در مکه یا مسجد الاقصی در فلسطین، هر نماز فرضی در مسجد الاقصی 500 نماز، هر نمازی در مسجد مدینه 1000 نماز، هر نماز فرض در مسجد الحرام 100,000 نماز فرض. سبحان الله. ماه مبارک رمضان هر فرضی میشه 70 برابر و هر سنتی معادل فرض میشه. اما شب قدر انسان در یک شب معادل 83 سال و تقریبا 6 ماه میتونه در یک شب پیشروی داشته باشه برای کسب حسنات. حالا تصور بکنید من و توی 50 ساله 60 ساله‌ای که بیشتر دیگه عمر نمی کنیم، امت محمد عمرش کوتاه. من نمیگم که حالا از 12 ساله و 10 ساله شما روزه گرفتید، میگم 15 ساله تا 60 سال. چند ساله؟ 45 سال. 45 تا رمضان بر تو بگذره، 45 تا شب قدر نصیبت بشه، حساب بکن. 40 تا 80 سال حساب بکن، 3200 سال، درسته؟ 3400 سال. قوم نوح بیشتر عمر کرد یا امت محمد صلی الله علیه وسلم؟ 3400 سال اگر 45 تا شب قدر نصیبت بشه. جای گله هست؟ ولی شب قدر بازی پس پاسور و ورقه، قلیون چاق کرده طرف. دهلی برداشته تو کوچه افتاده، دهل، فلوت، و یه عده هم دارن کف میزنن شب قدر. و سر صدا و سود که ما میخوایم مردم بیدار بکنیم برای سحری. ساعت هست، تلفن هست، بیاید تو صف نماز بایستید.